بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پدر جان. خوبستی جانک جو. چی حال داری؟ شکر خدا. صحت شما خوب است؟ بخیر هستی؟ آرام هستی؟ شکر آجی صاحب. خوب هستی؟ زنده باشی پدر جان. روز برش تو میگذره پدر. والا هم بگذار آجی صاحب دیگه. این میگه کار میکنم. میرم از سرای شمالی 10 تا نان میگیرم میرم. این نان ارزان. خب نان ارزان؟ نان ارزان پیدا میشه؟ در سرای شمالی ارزان پیدا میشه. چی رقم نان است؟ این نانای گل چند میده او؟ اون 100 رقم میده. یک دانشی 100 نه. 8 دانه؟ جورایی. خود جورایی. بله. خود جورایی. اونو کسی داره دونه پرده کردن میکنیم. کاروبار چطور است پدر جان؟ کار کرده میتونی؟ کار والا میکنم خب نمیکنن به ما بار. نمیتونی بار؟ چی میگن پدر؟ میگیری سفید هستی چپا میکنی. نمیتونی کار کردن؟ نمیتونی کار کردن. والا. چطور صحتت پدر جان؟ والا خوب است پدر. خوب است دیگه تیر میشه. پای درد نمیکنه؟ میکنه والا آجیسه. درد میکنه؟ پای کار دسته کلش درد میکنه؟ والا همی کمرم هم درد میکنه آجیسه. چوپیت کنم پدر؟ نه خیلی میکنه. خیر اول که یک ذره چوپیت کنم پدر. من خوب یاد دارم چوپیت. خیلی زنده باشی. این تو خنده که پدر جان. خیلی ببینی آجیسه. خیر نصیبتان. یک سوال کنم اجازه است پدر؟ بله صد سوال. وقت خانه میری گاهی وقت متوجه شدی که اولادا متوجه پیشوانیت است که والا باش که چی رقم آمد چی رقم نه چی آورده چی نآورده باش پدر خوشحال است یا خفه است باز خانه رویت حتما خسته می باشی والا آجی سر تو خسته می باشم میگن بانه مرا چند دقیقه یک ذره با ما بری بخورم باز پس آن چای میخورم الله والا یک هدیه لبخند دارم برات بدم بله میپذیری؟ بله بسیار خوب ایره میتونم که امروز هم تو شاد طرف خانه خیر ببینی اولادک ها طرفت خنده خیر ببینی خدا مقبضت که هیچ جمع کنه آمین سلامت باشی تشکر زنده باشی اشونی مزار افغانی خدا مقبضت که جمع کردن نتونی سلامت باشی خدا مقبضت که با ایمان بدت با ایمان ببرد خدا مقبضت که هیچ جمع کردن نتونی اینو تو مکت مردم کمک کنی زنده باشی دائم نیک کردی فقط یک عرض دارم که ایره فامیلای ناصری از استرالیا روان کرده بله خیر ببینی خدا دگام بتشانه خدا دگام بتشانه آرام باشه هر جایی که باشند آرام آمین آمین ما هم دعا میکنیم یگان چیزک خریداری کو امروز هم تو شاد طرف خانه برو میرم یک بوجیگه کارت میخرم آی ماشاءالله آی ماشاءالله آی صدقه چم خدا خدا مقبضشونه که دیگه هیچ جمع کردن آمین 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 چاپیت کنم نه خیلی سلامت باشی پدر جان رفتیم پدر جان سلامت باشی الله نگهدار ماشاءالله خوب تایید به نظر میمون تا ریشکت سفید شده اصلا نداریم خب روزگار زندگی از درگاه خراب کرده؟ آن مارکت کوچه کچالو سیم کوچه پیاز کچالوی تکان دهنده است یک زرگه خب شد خدای ناپسر رنج روزگار داری؟ روزگار خواهد دیگه طبعا آدم میاه یک اینطور میشه آدم چیز چرت دنیا و جنگ و معاملات و انقلاب و مسافری ها و چیز زندگی روزگار خانه و اشتک اولاد و فرزند و بیکاری کشور به حال مسلمان ها ناهمی و قتل و قتال و کشتن و خون اینا همه رنج و غم میشه بر آدم باشه این کل زیده خود تحمل میکنیم؟ مجبور هستیم تحمل کنیم باز خداوند برابر صبر و حوصله داده دیگه بنده ما هستی دیگه باید بکشیم وجدان که بیدار باشه واقعا آدم رنجاور است برای ما به خاطر یک تن خودمانی البته وجدان به خاطر جان خودمانی ما یک نفر میگه نه شهر آباد است نه خراب به خاطر کل مسلمان ها هر جای دنیا که است واقعا
از خود بگو برادرم، در خانه چه مشکلات داری؟ مشکلات عوامل خانگی ما خو اقتصادی هم دیگه به اصطلاح بگیم ضعیف هستیم. خب متاسفانه که از همه به تکلیف های مریضی هم خودم هستم در قضیه خودم نیستم. خودم مرد هستم میکشم درد من. از این اول تا بال ما دکتر نرفتیم میرم بسیار کم. ماشاءالله خداوند برات بیشتر صحتمندی نصیب کنه. هرچی این سیاست هم که است تکلیف خیلی رنج آور است. چرا خدا؟ این تکلیف اصلی داره. وزیر اکبرخان هم یک کار داریم، دوا داره مادر ما، سرد هستم. ما که میشه پورا میرم دوایش میگیریم حمل آور است. حمله میشه؟ تکلیف عصبی؟ تفلک ها چطور؟ تفلک ها دیگه حالا نو یک کمک انگر و بنگر میکنن اما یک چیق میق زده میتونن که یک نفر هم یکی 6 ساله است، یکی 6 ساله است، یکی 2 ساله. خب فرد است. خب خداوند خیر بازو بگردانه. دو تا سیاست از کلانش هم خاطرکش بچه است. بدون شک دیدم تو ماشاءالله با آدم کاریگر تو از دور صحتمند به نظر آمدی ماشاءالله بدون شک تصفیه دیدم. علاقه من شدم همراهت صحبت کنم. خیر باشیم. تشکر. یک سوال کنم اجازه است. اگر جوان می بودی چی کار را انجام میدادی انجام ندادی؟ اما با مردم خیر و صحا چیزایی نیک و خرسندی باشه که از هر وقتش مردم چی بگویه ولی یک چیزی بود که بسیار چیز خوب. من هم دوست دارم کار نیت بد ندارم، هیچ لحظه درده. من هم دوست دارم کارای نیک انجام بدم. یک توفه دارم میپذیری؟ قابلش ندارم. نداری انشالله خدا نکنه داری. آدم مرد با همت هستی. اینی مبلغ 8500 افغانی است از طرف خانواده محسنی از استرالیا. خدمت خودت باشم و صحتمندی که میخوام. هر که دیگه این دنیا کرد منجره ابتدا کرد خیلی نمیوم با یارانش همکارایش دیگه با همه مردم دیگه زیادتر هم یا که میکنن در نظرشون از بازم خدا حجر نصیب کنه همشون توفیق نصیب کنه ما رو مریضا رو خدا شفا بده دیگه همیشه در صحتمندی خواهیم برشان آرزومند هستیم. آمین. سلامت باشید. رفتیم الله نگهدار. السلام علیکم. خوب هستی؟ خوب هستی؟ صحت خوب است جان؟ خوب هستی؟ از خوبی دارد نکنم. والله خسته و ذله بده من پروانه سیر رفته بده یک بوجال برد و منزل 4 سیر به وامه کرا دادن مونده شده من اینجا اومده. الله پدر جان سرشان حکایت مکمل آرد است. دیگه چه داخلی غریب گیس. پدر جان الله پدر با همت پدر با همت خسته نباشی پدر. سلامت باشی خودتون باشی. یک موج میتی؟ زنده باشی. سلامت باشی. شکر والله. صحتت خوب است جان جون؟ شکر. صحتت چطور است؟ خوب است والله خدا دیگه آدم گرمی است مونده و ذله میشه آدم بسیار خسته میشه آدم. صحتت چطور است؟ خوب صحتمند هستی؟ نه والله از دستم درد میکنه. الله. از بارکشی؟ بارکشی. از بارکشی؟ دستم هم درد میکنه. از این از میجا با بالا درد میکنه. خیلی وقت شد دکتر رفتیم کم شد دردش کم شد با واقعیت درد میکنه. دوا چیزی گرفتی؟ دوا گرفتیم عکس گرفتم باز نتیجه نداد؟ نتیجه داد خود دردش کم شد باز وقتی نماز خواندم رکوع میرم باز یک کم درد میگیره. واقعیت خداوند صحت بده. خدا کل مسلمان است. پایتون خوب است؟ خوب است پایم جور است. پدر یک تک آرد استی پدر جان با همت پدر با همت نان چاش خوردی؟ نه والا نخوردی؟ نه تابال نخوردی. چند اولاد داری پدر؟ که خودم 9 نفر هستیم در خانه. مسئولیت شون خودت داری؟ خودم تنها. پدر من همت استی پدر جان من خدا برات عمر با سعادت نصیب بگردانه. کل مسلمان از ما. پدرم یک سوال کنم؟ بگو سوال.
اجازه هست؟ چرا نه. این یک لبخند بزن. برای سوال نمیکنم. لیکن دیگه سوال میکنی یا نمیکنی؟ نه سوال نمیکنم. برو سوال میکنم که یک لبخند بزنی. حالا که خنده میگی نه سوال نمیکنم. صحیح است؟ صحیح دیگه. یک هدیه دارم برات بتم. لیکن دیگه. پدر جان نازنین، اینمی 2 3 4 5 6 7 8 نیم. اینو به خاطر از حساب کردم که امانت است. از خواهرم بلقیس جان نورستانی از لندن روان کرده. خدا اور خیر بده. الهی آمین. خداوند جان جور بده ازش. خداوند ساعت کامل نصیبش کنه. الهی آمین. الهی آمین. الهی خداوند که تا دینا باشه خار زار و امن شوم کل ملت افغانستان آمین یا رب العالمین. ما هم دعا میکنیم ما هم دعا میکنیم در زندگیش، در مالش، در سرمایش، در عمرش برکت بیاره. الهی آمین. خداوند تا دینا باشه، زنده باشه، آرام باشه، آسوده باشه، با آبرو باشه. آمین یا رب العالمین. و این حال یکون چیز که ضرورت داشتی خریداری کو خسته هستی برو طرف خانه میرم. خوب نیست؟ چقدر خوب است. چقدر خوب است. خیلی خوب است. خیلی. بغل تو برم میتیم. چرا. سلام. رفتیم پدر الله نگهدار.